هر انسانی دارای یک الگوی قهرمان است که در اعماق ذهن خود با آن زندگی می کند. گاه به آن نزدیک می شود و گاه کیلومترها از آن فاصله می گیرد. اما چرا این گونه است؟ چون باید هزینه قهرمان شدن را بپردازد که عبارت است از پذیرش مسئولیت‌ها، پرورش قابلیت‌ها و آمادگی برای جذب مهارت‌ها. اگر می‌خواهید که در زندگی موفق باشید، باید خودتان را همانطور که یک باغ را برای برداشت بهترین محصول پرورش می‌دهید، پرورش دهید. افراد موفق در همه جا ویژگی‌های مشترکی دارند که مسلماً تصادفی و یا شانسی نیست. در اینجا ویژگی‌های افراد بسیار موفق را با هم مرور می‌کنیم. شما چند تا از آنها را دارید؟ 1. شما باید انگیزه‌ای برای سخت کار کردن داشته باشید تا مطمئن شوید که کارها انجام می‌شود. زمانی که می‌بینید کارها در حال تکمیل شدن است، به خود افتخار خواهید کرد و در صورت لزوم می‌توانید مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرید. اهداف شما محرک شما هستند که باعث می شود تصور برتر و خوب بودن از خود داشته باشید. شما باید مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرید و در قبال آنها پاسخگو باشید. همچنین باید قادر باشید تصمیمات سختی بگیرید و آنها را عملی کنید. شما قدرت این را دارید که به جای تردید کردن و تعویق انداختن در انجام کارها، به پیشواز آنها بروید و آنها را انجام دهید. اگر چیزی را بخواهید آن را به دست خواهید آورد. موفق‌ترین افراد جهان کسانی هستند که به روی اهداف خود تمرکز کردند و مداوم در تلاش بودند. باید همیشه و در همه حال در شکست و ناکامی صبور باشید. شخصی تلقی کردن شکست‌ها یک شکست بزرگ است. نیاز به گفتن ندارد، اما این ویژگی یکی از مهمترین ویژگی‌هایی است که می‌توانید در خود پرورش دهید. صداقت بهترین سیاست برای هر کاری است که انجام می‌دهید. یک رنگی و صداقت برای شما شخصیت ایجاد می کند و تعریف می کند که شما چه کسی هستید. با دیگران در ارتباط باشید، زیرا شما را به موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشتر و با اهمیت تری می رساند. و در آخر، من محمد هستم و تصمیم دارم در کانال یوتیوب خودم مطالبی که کمتر گفته و شنیده شده را با شما به اشتراک بگذارم. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید.